در دل کوههای سمیروم غاری هست که اهالی آن را غار پلنگ می‌نامند. دهانه غار باریک و تنگ است و ورود به آن کمی شجاعت می‌خواهد. اما وقتی پا درونش می‌گذاری با فضایی گسترده و سکوتی سنگین روبرو می‌شوی که انگار زمان در آن متوقف شده است. در انتهای غار تخت سنگ بزرگی به شکل یک پلنگ عظیم و جثه خوابیده است. اهالی میگویند روزگاری این پلنگ آدمخوار در غار زندگی می‌کرد و حالا به سنگ تبدیل شده تا دیگر کسی را نترساند. امروز غار پلنگ نه تنها یک پدیده طبیعی است، بلکه پلی است میان افسانه و واقعیت. جایی که هر کسی پا در آن بگذارد حس می‌کند وارد قلب یک داستان قدیمی سمیروم شده است.